سلام، خوش اومدین. من نیما هستم و امروز میخوایم با هم انمپ رو یاد بگیریم، ابزار قدرتمند نقشه برداری شبکه. قبل از اینکه شروع کنیم یه نکته خیلی مهم: هر اسکن شبکه میتونه شبیه زدن در خانه کسی باشه. همیشه از صاحب شبکه اجازه بگیر. هر چیزی که توی این ویدیو یاد میگیریم برای مصارف قانونی و دفاعی است. استفاده غیرقانونی آسیب پذیری ممنوع. پس بزن بریم. بچه انمپ چیه؟ انمپ مخفف نتورک مپره، ابزاری برای کشف میزبان ها و سرویس های توی شبکه، پیدا کردن پورت های باز، تشخیص ورژن سرویس ها و خیلی چیزهای مفید دیگه برای مدیران شبکه و متخصصان امنیت. و اینم خود سایت انمپ nmap.org یا org هرچی خودتون باز میگین. و این کامندشه. ساختار کامندهای امپ به این شکله: اسکن تایپ، آپشن و تارگتش آخر سر. خب ما میتونیم روی محیط آزمایشی انجام بدیم. یه محیط آزمایشی داره که مال خود انمپه و یه محیط دیگه هست مخصوص لوکال هاست خودتونه. مخصوص که کلمه اشتباهه، یعنی روی لوکال هاست خودتونه. من دوتا دستور اول رو روی لوکال هاست خودم میرم و بعدش میرم روی تست کردن انمپ از اون طرف. شما به دو تا روش میتونین انمپ رو نصب کنین. یکی اگه سیستمتون کالی لینوکسه و بر پایه اوبونتو یا دبیان، شما میتونید از دو تا دستور sudo apt install nmap -y هم حالا بذاریم باز بهتره، حالا نذاشتین هم فرقی نمیکنه. از این دستور استفاده کنین. اگه سیستمتون کالی لینوکسه، خود کالی به صورت پیشفرض این ابزارها رو داره، چون سیستم سیکیوریتیه برای هک و امنیته، ابزارهای هک و امنیت رو خودش داره پیشفرض. یا نه اگه آرچ بیس هستین میتونید از دستور sudo hackman و -s بزرگ nmap استفاده کنید. خب من فکر کنم روی سیستم nmap رو دارم، یه لحظه ببینم. آره تا اینجا آورد هست. -h nmap -h سویچ هلپ. شما میتونید کل توضیحات این اسکریپت رو اینجا بخونین اگه حوصله‌شو داشتین. من خودم به شخص تا حالا نخوندم، ولی خب چیزای جالب باحال زیادی داره. سویچاشو بخونین خیلی چیزا یاد میگیرین. حالا بگذاریم از این سفر رو من پاک میکنم. ما از انمپ استفاده میکنیم. اولین سویچی که میخوام بهتون بگم سویچ SN هستش. SN رو خودش داره بزرگ میکنه. این دستور بچه‌ها بررسی میکنه ببینه هدف ما زنده هست یا نه. یعنی چی؟ یعنی هدف ما روی بستر شبکه آنلاین پکت دریافت میکنه یا پکت ارسال کنه، حضور داره، حضور نداره، زنده بودن. و وایسی یه لحظه. خب 127.0.0 و .1. خب ببینید بچه ها، با این سویچ ما تونستیم ببینیم که این آی پی که بهش درخواست دادیم هست یا نه. استارتینگ انمپ ورژنش رو می شروع میکنه به کار کردن، شروع میکنه اسکن کردن روی لوکال هاست. خودش نوشت روی این آی پی و میگه یه دونه هاست آپه. این پایین یه دونه شو نوشته هاست ایز آپ. اینم تایمشه که تونست پکت بزنه و پکت بگیره و یه دونه رو تشخیص داد. خب نتیجه میبینیم که کار کرد تا اینجا. خب با این سویچ کار نداریم، میریم برای سویچ بعدی. یه اسکن پورت پایه داره انمپ 127.0.0.1 و میبینی که خود انمپ پایشه، یعنی دیفالتش. اینو بزنین یه سری اسکنر رو انجام میده، یه سری هم بهتون خروجی میده. بین این همه پورتی که شروع کرد اسکن کردن 999 تاش بسته بود و یه دونه از پورت ها پورت 22 TCP اوپنه روی سرویس SSH. اینم یه دستورش بود. ما اینم کار نداریم، باز دوباره پاکش میکنیم. دستور nmap 127. این دستوره که دیدین با اتصال TCP معمولی پورت های رایج رو بررسی میکنه. خروجی هم به شما میگه که کدوم پورت بازه و کدوم پورت فیلتره و کدوم بسته کامل. یه دستور دیگه داره بچه ها برای تشخیص ورژن سرویس ها: nmap-s v بزرگ و دوباره همون آی پی خودمون. ولی خب من چون سرویس روی این لوکال هاستم ندارم، چیزی رو نشون نمیده، از خود سایت nmap استفاده میکنیم. scanme.nmap.org. خب این گزینه تلاش میکنه که نسخه سرویس ها رو حدس بزنه. برای مدیریت شبکه بچه ها خیلی کاربردیه. خب
ببینیم بچه ها روی پورت که البته نمیشه گفتش، روی یه دونه URL سایت من گرفتم اینو انجام دادم که تسته بچه ها. این کاملا اخلاقیه و غیر قانونی نیست، تاکید میکنم روی هر چیزی هر پی انجام ندید، در خونه هر کسی رو نزنید. و بگذاریم سرویس هاشو بهمون نشون میده و ورژن ها رو نشون میده و حتی سیستمی که اینا روش نصب هستن هم به اون نشون میده که میگه که اوسش لینوکس و اون پایین هم کرنل لینوکس کرنل. این از این پورت اسکن بود که پورت های باز هم میتونین اینجا ببینین، اونایی که فیلتر باشه مثلا میرسه فیلتر و اگه اوپن باشه که اوپن. یه دونه دستور یه سویچ دیگه هم داره، این مپ خیلی کاربردی تره و خیلی هم حساس تره، سی بزرگ. این سویچ بچه ها اسکریپت های پیشفرض انمپ رو روی اون آی پی که دادین اجرا میکنه، اطلاعات تکمیلی میگیره مثل سرویسش، آسیب پذیریاش و همون پورت های بازش و اطلاعاتی که توی مراحل قبلم دیدیم همه چی رو میگیره. و تاکید میکنم بچه‌ها فقط روی اهدافی که اجازه دارید انجام بدین این سویچ ها رو یا اصلا همین اسکن ها رو. ما الان یه اسکن دیگه میگیریم از همین سایت، من دستورش رو دوباره ننویسم، همینو سیه بسید شروع میکنیم ببینیم چی میگه. ببینیم بچه ها این الان خروجیش رو بهمون نشون داد، همونطوری که میبینین چیزای بیشتری این سری نشون داد، یکی از جمله پورت های بازش رو نشون داد و SSH host key به ما داد، بچه ها میتونین اینجا ببینین. و از این طرف پورت 25 TCP میگه فیلتره و روی سرویس SMTP، پورت 80ش بازه HTTP و تایتلش برای ما همین HTTP مثلا درخواست زد، یه تایتل گرفت ازش go ahead and scan me و پایینش فوایکونش رو گرفت انمپ پروژکت و پایین ترش هم پورت های باز دیگر رو میبینید. خب ببینید سویچش کامل تر بود، یه سری آسیب پذیری هم بهتون گفته الان و میتونید روی شبکه های دیگه هم تست کنید ولی با اجازه. خب این یه سویچ بود بچه. دو تا نکته دیگه هم من بگم، یه سویچ داریم سویچ ST. سویچ ST اسکن اتصال کامل TCP بچه و خیلی پیچیده نیست، ولی در مقابل هم نمیشه گفت کنار دستش ما دو تا S داریم، S کوچیک و S بزرگ. اسکن ساین هستش SYN که الان اگه شبکه رو خونده باشین، اتصالات بین کامپیوتر یا مثلا توی شبکه رو دیده باشین، ساین و از اون طرف پکت های دیگه خیلی کاربردی هستند برای پیدا کردن آسیب پذیری یا خیلی چیزهای دیگه. بعد این سویچ بچه کمی خفیفتر عمل میکنه، اما این بحثا میتونن برای شبکه تولیدی اساس باشه بچه ها. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما رو اون آی پی تون دارین اسکنر انجام میدین امکان داره حساس باشه، شاید بعضی وقتا آی پی تون رو مسدود کنه، شاید هم اتفاقای بدتری بیفته. و این ابزارها و این سویچ ها رو بعضی از شبکه ها، بعضی از مدیران شبکه، کسایی که تو شرکت های کار میکنن حساس میدونن، پس بدون اجازه روی هیچ آی پی تست نکنید. خلاصه علمپ یه چراغ برای دیدن وضعیت شبکه بچه، ازش برای بهبود امنیت، پیدا کردن سرویس های غیر مجاز و نگهداری شبکه استفاده میکنم. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم که از انمپ استفاده های درستی انجام بدین و اگه به لینوکس و برنامه نویسی و هک و امنیت علاقه دارین حتما چنل سابسکرایب کنین، خیلی ویدیوهای بیشتری داریم. دمتون گرم تا اینجا رو دیدین، اشتراک منین. خداحافظ شما.